سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه پهلوه تیار میکنیم. پهلوه ترکی با خمیر تیار. من این گونه خمیر خریداری کردم. فیلو 500 گرم. من برای چی با خمیر تیار پهلوه پیشکش کردم؟ بسیاری برادر و اکه های ما هم کانال تماشا میکنیم ویدیوهاشه، اما خواهش کردم که یک نمود پهلوه پزید که با راه آسان باشد که ما مردهایم دست ما تیار کنیش بیاید، ما هم در مسافرت تیار کنیم. برای همین من با خمیر تیار پیشکش میکنم که این بینهایت خمیرش نغز تنها برای پهلوه. برای همین من امروز با همین خمیر تیار میکنم. انشاءالله با در ویدیوهای آینده طرز تیار کنی خمیرش هم نشان میدیم. در اول با ما چی لازم؟ من 150 میلی لیتر آب خنک، 200 گرم شکر، لیمون کیسلوتا کمتر برای قیامش، برای داخلش باشه 250 گرم مسله مزی آب میکنیم. من 150 گرم چارمغز، من مویزو با عرقیزه همراه کردم 100 گرم. ما در اول قیام تیار میکنیم. ما در اول کسترول به شکر گرفتیم. من 150 میلی لیتر آب همراه میکنیم. همین شکر همه گور کنه. من کمتر لیمون کیسلوتا همراه میکنیم. میتونید لیمون هم همراه کنید. برای چی لیمون کیسلوتا همراه میکنم؟ همین قیامای شکرک نمیکند، خود شروع تیار میکند. اکنون از همین قیامات محصولات بالی گاز و مانده میجوشانیم. من قیامی ما هم جوش برآورد تیار. اکنون تا تیار کردنی پهلوه خنک شده میسته. چهارمغز با بلندر میده میکنیم. میتونید با کاغذ میده کنید. اکنون مویزو عرقیزم میده میکنیم. من کو همین خمیرمایه میگیریم. هیچ خیلی پیچاندگی نه میگشاییم. همینه شروع آهسته میگشاییم. این خمیره مرزیلنیک به نگاه داریم. پیش از تیار کردن 2 ساعت پیش میگیریم. ملایم شده که من کو می خمیرمایه تقسیم میکنیم. اما لیست ما به نگاه کرده لیست میگن قالب شیشگی اما تقسیم میکنیم. من خمیره تقسیم کردیم. میبینید چقدر دانه دانه ورقین. من مسئله آب کردم. من قالبی شیشگی بمیپزم. میتونید لیستی تفتان بپزید. من کمتر روغن میکنیم. که هر یک همین قبطش گرفته. هر یک دان قبط گرفته. همین لیستمو میگذاریم. هر یک قبطش روغن میکنیم. همیشه هم خیلی روغن میکنیم. خواهید همین قبطش به 4 مغز کنید. نخواهید همین 4-5 قبط روغن کرد یعنی همین 4 مغز کنید. همیشه نه شروع میپاشیم. باز می خمیرمایه می قبط من پشتن میگیریم. بینید من چقدر تونکی شروع گشادگی
خمیر همین در تمام مغازه میفروشد. ما خالادیلنیکایی مخصوصش تنها برای خمیر همینه نگاه کنید. نرخش 92 روبل می باشد. در تمامی مغازه ها هست. تنها برای این پهلوه. بسیاری زنهای ما سیرکارس فرزندشون میده میخوان همین تیزتر تیار شود. من همین خمیرها که استفاده برام میشه. یک قبل دیگه خمیر پشتم همین ماندگی چهارمغزو همراه میکنم. بلاشمه شروع کرد. میتونید همین چهارمغزه قبل نیو قبطی مابینش به تنها قبطی مابینش بکنید. باز همین خمیرای میپاشیم. من همه خمیر پشتم اکو یک باره به قسم تقسیم میکنیم. من بس یک قسمی برابر تقسیم شده است. نقش رو میبریم. من بس یک قسم تقسیم کردم. اکنون مایده‌چه ریزه میکنیم با من به قسمات تقسیم کردم. اکنون به مدتی 20-25 دقیقه به 180 درجه به تفتان میگذاریم. پهلوی ما هم تیار شد. اکنون این گرماگر سیرابی تیار کردیم بالاش رو میریزیم. اکنون کمتر پیسته میپاشیم. من پیسته کوفتم. میتونید اگانچی هم نکنید یا چهارمغز کنید. من پیسته کوفتگی. پهلوی ما هم تیار شد. نکو درونشم بینیم چقدر تیار شده است. چقدر ورقینی با چهارمغز جای بود لذتش. نه چقدر ورقاش جای بود آمده است. همیشه میاد ورقی. بینی‌های ورقی. بینی‌های با لذت. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید. پادپیساتسیا و لایک را فراموش نکنید. انشالله در کانال با ویدیوهای بهتر و بهتر پیشکش میکنیم. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.